سلام و عرض ادب. بنده مسعود قدیریان. امروز اومدم تا بهتون بگم خیلی از کسایی که بعد مدت ها میخوان تمرین بدنسازی رو شروع کنن، بعد یه هفته، یه ماه، 10 روز، یه سال، وقتی میان توی باشگاه سردرگمن چی باید تمرین کنیم؟ جلو بازو بزنیم، پشت بازو بزنیم، سینه بزنیم، زیر بغل بزنیم. هر موقع اومدی توی باشگاه بعد یه هفته، یه ماه، یه سال، چه حرکاتی رو باید بزنی؟ با من همراه باش تا بهت بگم. هر موقع اومدی توی باشگاه و حرکاتی که میخوای تعیین کنی بهش میگیم فول بادی. واسه کسایی که بعد مدت ها تمرین رو شروع کردن، این تمرینات میتونه مفید باشه. شما باید چند تا حرکت رو انتخاب کنید. اول اینکه وقتی اومدی توی باشگاه باید خودت رو گرم کنی با تردمیل یا دوچرخه. 20 دقیقه تا نیم ساعت این کار رو انجام میدی. ضربان قلبت از 120 باید بره بالا و بعد اون تمرینات رو شروع میکنیم. 6 تا 8 حرکت رو انتخاب میکنیم. 2 تا دونه از جلو بازو، 2 تا دونه از پشت بازو، یه دونه از زیر بغل، یه دونه از سینه، یه جلو پا و یه پشت پا. به این شکل تمرین رو شروع میکنیم. چرا میگم که 2 تا از جلو بازو یا یه دونه؟ ببین عضلات بزرگ رو یه دونه انتخاب میکنین، عضلات کوچیک رو 2 تا. یه دونه حرکت سرشونه خواهیم زد و بعد اون دوباره میتونیم یه رو تا 20 دقیقه هوازی رو بزنیم. چند روزی باید این کار رو انجام بدیم و استراحت بدیم. ممکنه که شما بعد این تمرینات بدن درد داشته باشی. باید چیکار بکنی؟ یک روز 2 روز که تمرین کردی، یک روز هم استراحت کنی. استراحت بخش مهمی از تمرینه. یعنی شما توی استراحتی که ریکاوری میشی. نمیتونی که مثلا بخوای چیکار بکنی؟ بگی که من هر روز برم باشگاه، هر روز. اول کار استراحت هاست که به تو پیشرفت بیشتری خواهد داد. یعنی یک روز تا 2 روز تمرین، یک روز استراحت. 2 روز تمرین، 3 روز تمرین، یک روز استراحت. مثلا بیا اینا رو کنار هم بچین. هفته اول 2 روز تمرین، یک روز استراحت. هفته دوم 3 روز تمرین، یک روز استراحت. به این شکل ما باید کار رو ببریم جلو تا آماده بشی واسه تمرینات بدنسازی. و از هفته دوم برنامه فرق میکنه. میاد چیکار میکنیم؟ 2 تا عضله رو تمرین میدی. مثلا زیر بغل با پشت بازو، سرشونه با جلو بازو، سینه با سرشونه، جلو پا با پشت پا. به این شکل 4 جلسه تمرین در هفته خواهی داشت و دور هفته های بعد حرکاتت مثلا تک عضله‌ای میشه. 3 روز تمرین میکنی، یک روز استراحت میدی. با توجه به تیپ‌های بدنی، با توجه به اهدافی که داریم، کاهش وزن، افزایش وزن، همه اینها باید در نظر گرفته بشه و تغذیه چیز شه. خیلی پیچیده است ولی با من همراه باشید واسه تمریناتش. اولین تمرینی که بخوام بکنم واسه گرم کردن، بچه‌ها میام چیکار میکنم؟ از حرکات کشیشی استفاده میکنم. تمرین رو که بخوام شروع بکنم، دوچرخه‌مو که 20 دقیقه زدم، تردمیلمو که 20 دقیقه زدم، میام چیکار میکنم؟ حرکات کشیشی رو انتخاب میکنم. حرکات کشیشی چی میتونه باشه؟ خیلی ساده است. قبل اینکه بخواد تمرین رو شروع کنیم میتونید خیلی راحت حرکات کشیشی رو به این شکل، به این شکل، به این شکل. اینا حرکات کشیشیه. منظور از حرکات کشیشی چیز خاص و خیلی پیچیده ای نیست. یا حتی ممکنه مچ پاتون رو بگیریم به این شکل کشش بدید. واسه عموم ساده است. این حرکات پیچیده ای نیست. خیلی یه پا رو جلو میذاری به این شکل. تمریناتی که قبل تمرین، همه تمرینات هست، مثل والیبال، مثل فوتبال. شما باید حرکات کشیشی رو انجام بدی، یه گرم کردن داشته باشی، آماده بشی که خدایی نکرده موجب نشه که چی؟ عضلاتت کشیده بشه، زانوی، کمری، مهره ها بخواد آسیب ببینه. خیلی باید حواسمون جمع باشه که ما آسیب نبینیم و بعد اون میام انتخاب میکنیم. من همیشه میام چیکار میکنم؟ از حرکت مثلا سینه شروع میکنم، سیم کش. اگه چند روزی رو باشگاه نیومده باشم انتخاب میکنم. به این شکل نیازی هم نیست که میگه. خیلی هم میگن که با اول باشگاه، اول روزی که اومدیم چقدر وزن بزنیم. در حد توان. اصلا سنگین زدن معنایی نداره. در حد توانتون اول بیایید چیکار کنین؟ سینه رو به این شکلی که میبینید تمرین بدین، گرم کنین. 4 تا 20 تا به آرومی. بعد حرکت سیستم مثلا 4 تا 20 تا 4 تا 15 تا اینو زدیم، میریم واسه چی؟ حرکت
پشت بازو رو بچه‌ها، حالا من خیلی سریع میگم تا بدونید چیکار کنید. همیشه 6 تا 7 تا حرکت باید انتخاب کنید. خیلی ساده است. پشت بازو سیمکش ایستاده به این شکلی که دارید می‌بینید. من پشت بازو رو میذارم، حواستون جمع باشه. آرنج ها چسبیده، یه ذره سر جلو به این شکل کامل میاد بالا. آروم 4 تا 15 تا اینم میزنیم و بعد اون بچه‌ها بعد هر ست مثلا 15 تا زدید میگن که چه تایم چه مقدار استراحت بکنیم. از 20 ثانیه تا 60 ثانیه شما میتونی استراحت کنی. هر موقع ضربان قلبت اومد پایین آروم شدی دوباره حرکت رو شروع کنی که فشار بهتون نیاد. به این شکل میتونید انجام بدید و بعد اون یه حرکت زیر بغل انتخاب میکنید. حالا من بارفیکس میزنم، شما میتونید بارفیکس رو انتخاب کنید چون یه حرکت ترکیبی پایه است که خیلی میتونه خوب باشه واسه اونی که داره تمریناتش رو شروع میکنه. اگه که نمیتونید از بارفیکس کمکی باید استفاده کنید. اگه بارفیکس کمکی توی باشگاهتون ندارید یکی بهتون کمک کنه پاهاتون رو بگیره یا یه نیمکتی بذارید اگه کسی نیست و این کار رو انجام بدید. که حالا میتونید زیر بغل به این شکل بارفیکس رو به این شکل در حد توانتون 8 تا 10 تا 12 تا 4 تا X یعنی 4 تا 10 تا 12 تا اینو انجام بدید. یه حرکتی که خیلی میتونه خوب باشه واسهتون شناست. حرکت شنا رو حتما توی تمرینتون داشته باشید. کسایی که تازه میخوان باشگاه رو بعد یه هفته یه ماه یا یه سال شروع کنن حتما از تمرینات ترکیبی غافل نشن، مثل بارفیکس، مثل شنا. اینا خیلی میتونه خوب باشه واسهتون واسه جلسه اول تمرینتون که حوازی رو حتما قبل تمرین و بعد تمرین داشته باشین. چه حالا میخواد لاغر بشین چه چاق، یعنی چه افزایش چه کاهش. و بعد اون میریم حرکت سرشونه رو بچه‌ها بیان اینجا با ما همراه باشید. من میتونم یه دقیقه بزنم؟ مرسی. با هم بزنیم؟ من یه ست میخوام فیلم میگیرم بزنم اگه اجازه بدی. مشکلی واسه من نیست، یه فیلمی میخوام بگیرم با اجازه. یکی از بهترین حرکات میتونید حالا نیمکت بذارید خب یا چیکار کنیم نیمکت تکیه راحت. حالا من بر اساس عادت به این سرشونه از جلو بهش. آره اینجا یه ذره جمع خیلی باز نه که آسیب ببینه بهش. 4 تا 15 تا یا 20 تا میتونید این حرکت رو بزنید. بین هر ست 30 ثانیه تا 1 دقیقه استراحت بکنید و بعد اون میریم واسه یه جلو بازو، یه عضله بزرگ یه عضله کوچیک. با من همراه باشید. آقا من کارم تموم شد، میتونی انجام بده. میتونید جلو بازو هالتر باشه، میتونید جلو بازو سیمکش باشه، به انتخاب خودتون. ولی خیلی بهتره روز اول تمرین، جلسات اول تمرین رو بچه‌ها، نکته‌ای که باید خیلی دقت داشته باشید، جلسات اول تمرین رو بیشتر از دستگاه استفاده کنید. یعنی جلو پا، پشت پا، همین سرشانه اسمیت یا سیمکش ها با دمبل و اینها بیشتر سعی کنید تو جلسات بعدی این کارو بکنید. نمه وارد بشید به اون چیزی که تو ذهنتون هست تا آسیب خدایی نکرده نبینید. حالا میتونید جلو بازو، من سیمکش رو میزنم ولی شما میتونید مثلا جلو بازو لاری دستگاه رو انتخاب کنید، میتونید جلو بازو سیمکش ایستاده رو انتخاب کنید. حالا من به این شکل دارم جلو بازو رو انجام میدم. موقعی هم که دارین جلو بازو میزنید مچ صاف، چه دمبل باشه چه سیمکش تک باشه، این مچ صاف شه، اینجوریش نکنید، استراحت کنید. به این شکل میاد بالا، میاد
و در حرکات بعدی میریم واسه حرکت پا. معمولا میتونید حالا پشت پا رو بزنید، میتونید جلو بار رو بزنید، فرقی نمیکنه. شما باید 6 تا حرکت 7 تا حرکت انتخاب کنید و هر حرکت 4 تا 15 تا یا 4 تا 20 تا بزنید و بین هر حرکت 30 تا 1 دقیقه استراحت کنید. خیلی خوب میشه که تو حین تمرین، در حین تمرین هر 5 دقیقه 6 دقیقه بعد هر حرکت جلو بازو زدی، پشت بازو زدی، چیکار بکنی؟ یه قورت آب بخوری. این خیلی میتونه مهم باشه تو حین تمرین. حتما آبو داشته باشید، نه زیاد ولی داشته باشید. حرکت پشت پا به این شکل می‌بینید، مچ پاسا میاد بالا، آروم میره پایین. اینجوری تون نزن، ببین آروم به این شکل. و بعد اون 4 ست که اینو زدیم میریم واسه حرکت جلو پا. موقعی که پس حواسمون جمع باشه، موقعی که تمرینات رو شروع کردیم که خواسته باشیم ورود خودمون به باشگاه باشه بعد 6 ماه، 1 سال، 1 ماه، 1 هفته فرقی نمیکنه. 6 تا حرکت انتخاب میکنیم تا 8 تا حرکت. یه دونه از عضلات بزرگ، 2 تا دونه از عضلات کوچیک، 2 تا پشت بازو، 2 تا جلو بازو و یه دونه جلو پا، یه دونه پشت پا. و در نهایت هم میتونید شکم رو داشته باشید یا مسکری. جلو پا رو به این شکل انتخاب میکنید و حالا دستگاه ما به این شکله. حالا موردی هم نداره، حالا میکانیکیش باشه، سیم کشش باشه. و بعد جلو پا یه دونه دیگه جلو بازو میزنی، یه دونه دیگه پشت بازو. که من جلو بازو سیمکش انتخاب میکنم چون میتونه هم خوب گرد کنه، هم آسیبش کمه، هم فشار خوبی بیاره. به این شکل سینه بالا، ساوار بیستم آره چسبیده. به آرامی دارم این کار رو انجام میدم. موقعی که دارین این تمرین رو میکنید آرنج ها چسبیده باشه، کامل میاد بالا، فشار رو پیک بازو و دوباره میره پایین. و بعد اون دوباره پشت بازو رو میخوام انتخاب کنم. میتونید پشت بازو دیپ انتخاب کنید، میتونید پشت بازو تناب انتخاب کنید که من تناب انتخاب میکنم. به این شکلی که می‌بینید باز هم آرنج ها چسبیده، یه ذره مایه سر به جلو، به این شکلی می‌بینید کامل میاد بالا و در انتها مچ ها رو به بیرون. ببینید پایین نمیاد اینجوری، مچ ها رو به بیرون. به این شکل داریم میریم جلو. و بعد اون میتونید شکم خوابیده، شکم دستگاه، به انتخاب خودتون هر چی دوست دارید، چوب پهلو. و بعد اون یه رو 20 دقیقه هوازی تو بزنید. تمام سعی من به اینه بچه‌ها که شما آسیب نبینی، که شما بتونید با کمترین هزینه، کمترین آسیب بهترین نتیجه رو بگیری. همیشه گفتم شعار من اینه. و یه چیزی رو دونسته باشید، ورزش کردن به هر قیمتی خوب نیستش که شما چیکار کنی؟ بخوای آسیب بزنی به خودت، بخوای هزینه هایی بدی که تاوان باید پس بدی کنارش. اینا رو باید خیلی حواستون باشه. خب دوستان، یوتیوب من رو دنبال کنید. امیدوارم بتونم بهتون کمک بکنم تو امر ورزش بدنسازی. خیلی دوستتون دارم. شما مثل خواهر برادرای من میمونید. هر طور که بتونم بهتون کمک کنم این کار رو از ته قلبم انجام میدم. روزتون خوش.